دوستان، پارسا گیمر هستم. حالتون چطوره؟ اومدیم ویدیوی اول از مونتی رفت. الان آقا اینا رو باور نکنید چرا اینا رو گرفت. اینا رو من رفتم از کریتیو آوردم، میدونم که حال نداره و اینم ویلیجرم خالی کردم و ویلیجر رو هم کشتم به خاطر 2 تا امرال. هیچ کدومشون هم نداد. اینجا کریپر ترکیده و اینم است. و بله اینجا هم 3 تا بلاک زدم. آرم گالمو کشتم. ایوا تا چه بگه اینجا بیا ببینم. خدا برو. اوکی، این بود از ویلیج ما که چند روز من دارم توش زندگی میکنم و الان چیز دارم، از اینا دارم و دیگه گفتم ولش کن. اون دیگه باید خودم و آیا فندرم از اونجایی که توی ماینکرافت موبایل و الان من توی ماینکرافت موبایل و داخل ماینکرافت جاوا هم دارم باز میکنم. واسه همین اینجا دیگه میدونین که بلیز راد اینجا گیر نمیاد. واسه همین خودم آیا فندر رو وردم و الان میخوام برم اسمش چی بود؟ استرانجول. الان نمیرم، بذار بخوابم. بذار این زامبی ها که ریختن من میخوابم. ای سلام مرغک. مرغک تک 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 مرغک تک مرغک. تورچ این ویلیجرم کندم. کی شب میشه؟ ای شوگرکی. اینجا این شوگرکی ما رو از تو کریتیو نیاوردم و این باکت لاوا هم خودم گرفتم و کرافتینگ تیبلم دیگه 64 تاست. معلومه فیک خودم از تو کریتیو آوردم. داستان ما کی شب میشه؟ برم یه ذره ماهی بگیرم با فیشینگ رادم. یه دونه شمشیر ندرایتی هم آوردم. کاش تبر می آوردم، اما در دیگه زیاد. اوکی دیگه شب شد. اوکی بیا